فکرشو بکنین، اگه میشد از هر چیزی یک کپی کاملا مجازی و زنده بسازیم، از یه موتور ژت غول‌پیکر گرفته تا قلب خود ما. این ایده دقیقاً اساس تکنولوژی همزاد دیجیتاله، یکی از مهمترین فناوری‌های امروز که داره همه چیز رو از صنعت گرفته تا سلامت زیر و رو میکنه. تو این برنامه با هم رمزگشاییش میکنیم. این فقط یه سوال خیالی نیست ها. این دقیقاً همون قدرتیه که همزادهای دیجیتال به ما میدن. یعنی ما میتونیم صدای اشیا رو بشنویم و آیندهشون رو پیش بینی کنیم. این تعریف خیلی کلیدیه. ببینید، یه همزاد دیجیتال یه مدل سه‌بعدی خشک و خالی نیست. نه، اون یه نسخه زنده و پویاست که لحظه به لحظه با داده‌هایی که از دنیای واقعی میگیره آپدیت میشه و پا به پای اون جسم فیزیکی رشد میکنه و تکامل پیدا میکنه. خب، برنامه‌مون اینه. اول از همه دقیقاً میشکافیم که همزاد دیجیتال چیه. بعد میبینیم چه فرق اساسی با یه مدل معمولی داره. بعدش میریم سراغ کاربردهای واقعاً شگفت‌انگیزش توی دنیای واقعی و آخر سرم یه نگاهی میندازیم به آینده‌ای که این همزادها دارن برامون میسازن. خب، بیایید یکم عمیق‌تر بشیم. ایده اصلی خیلی ساده است. برای هر چیزی که توی دنیای فیزیکی وجود داره، یک کپی 100% مشابه توی دنیای دیجیتال میسازیم. فرقی هم نمیکنه اون چیز یه توربین بادی باشه یا قلب یه بیمار. این مثال پزشکی به نظرم فوق‌العاده است، چون قشنگ قدرت این تکنولوژی رو نشون میده. دیگه نیازی به آزمون و خطا روی بدن بیمار واقعی نیست. جراح میتونه انواع سناریوها رو روی اون کپی مجازی بدون هیچ ریسکی امتحان کنه تا بهترین راه رو پیدا کنه. این یعنی پزشکی خیلی دقیق‌تر و خیلی امن‌تر. نکته کلیدی همینه. این ارتباط دائمی همزاد دیجیتال رو تبدیل به یه چیز زنده میکنه. یه مدل ثابت و مرده نیست. با هر داده جدیدی که از سنسورها میگیره، یاد میگیره، بهتر میشه و روز به روز هوشمندتر میشه. اما حواستون باشه، هر مدل دیجیتالی یه همزاد دیجیتال نیست. اون تفاوت اصلی، اون راز ماجرا توی نوع ارتباطش با دنیای فیزیکی و جریان داده هاست. این 3 مرحله قشنگ نشون میده چطور به یه همزاد واقعی میرسیم. توی مدل ساده هیچ ارتباطی نیست. تو مرحله سایه دیجیتال داده فقط از دنیای واقعی میره به دنیای مجازی. یه جورایی یه خیابون یه طرف است. اما توی یه همزاد دیجیتال واقعی این ارتباط 2 طرف است. یعنی مدل مجازی تحلیل میکنه و بعدش به دنیای فیزیکی دستور میده که خودشو بهینه کنه. یه حلقه کامل. پس یه همزاد دیجیتال واقعی 3 تا بخش اصلی داره. اول، اون جسم فیزیکی، مثلا یه خط تولید توی کارخونه. دوم، مدل مجازی که همون شبیه‌سازی دیجیتالشه. و از همه مهمتر، سومین بخش، یعنی داده‌ها و سرویس‌هایی که مثل یه پل این 2 تا دنیا رو به صورت زنده و لحظه‌ای به هم وصل نگه می‌دارن. خب، تا اینجا تئوری بود. حالا بریم سراغ قسمت هیجان انگیز ماجرا. این فناوری قدرتمند تو دنیای واقعی چه کارایی میتونه بکنه؟ کاربردهاش واقعا آدم رو به وجد میاره. یکی از رایج‌ترین و شاید پولسازترین کاربردهای همزاد دیجیتال همین پیشبینی خرابی هاست. این یه حوزه به تنهایی داره یه انقلاب تو صنعت به پا میکنه. ببینید، دیگه لازم نیست صبر کنیم تا یه دستگاه از کار بیفته. همزاد دیجیتال اون دستگاه با تحلیل داده‌های سنسورهاش، مثلا لرزش یا دما، خیلی راحت به ما میگه که فلان قطعه احتمالاً 2 هفته دیگه خراب میشه و باید عوض بشه. این یعنی صرفه‌جویی وحشتناک توی زمان و هزینه. ولی اگه از من بپرسید، جایی که این تکنولوژی واقعاً قراره دنیا رو تکون بده، حوزه پزشکیه. جایی که پتانسیل نجات دادن زندگی آدما رو داره. فکرشو بکنید، پروژه‌ای داریم به اسم قلب زنده. جراحا میتونن یه دریچه قلب مصنوعی جدید رو اول روی همزاد دیجیتال قلب بیمار تست کنن تا ببینن بهترین روش جراحی چیه. این یعنی پزشکی دقیق و کاملا شخصی سازی شده در بالاترین سطح ممکن. و فکر نکنید این تکنولوژی فقط در مقیاس یه قطعه یا یه انسانه. نه، ما میتونیم همزاد دیجیتال سیستم‌های خیلی خیلی بزرگتر مثل یه شهر هوشمند یا حتی کل سیاره زمین رو بسازیم. اینو چند تا نمونه از قدرت باور نکردنی این فناوری تو مقیاس بزرگن. شرکت زیمنس با شبیه‌سازی خط تولید واکسن زمان آماده سازیش رو از 1 سال رسوند به فقط 5 ماه.
یا در مقیاسی حتی بزرگتر، پروژه مقصد زمین داره یک کپی دیجیتال از کل سیاره ما میسازه تا بتونیم با تغییرات اقلیمی بجنگیم. خب، رسیدیم به بخش آخر. با همه این چیزای شگفت‌انگیزی که گفتیم، آینده همزادهای دیجیتال چطور به نظر میرسه و چه چالش‌هایی سر راهمون هست؟ این تکنولوژی دیگه یه مفهوم علمی تخیلی نیست، یه بیزینس خیلی خیلی بزرگه. پیشبینی‌ها نشون میده ارزش بازارش تا سال 2026 میرسه به 48 میلیارد دلار. این عدد یعنی یه رشد انفجاری و سرمایه‌گذاری‌های سنگین تو این حوزه. اما مثل هر تکنولوژی قدرتمند دیگه‌ای، این هم یه روی دیگه داره. در کنار همه این فرصت‌های فوق‌العاده، باید به سوالای خیلی جدی هم جواب بدیم. مثلا مالک داده‌های همزاد دیجیتال من و شما کیه؟ یا این هزینه‌های سنگین پیاده‌سازی باعث نمیشه نابرابری اجتماعی بیشتر بشه؟ اینا سوالای مهم آینده هستن. اینکه غول‌های تکنولوژی دنیا مثل مایکروسافت و IBM دارن روش سرمایه‌گذاری سنگین میکنن، یه پیام واضح داره. همزاد دیجیتال دیگه از فاز تحقیق و توسعه خارج شده و داره تبدیل میشه به یکی از زیرساخت‌های اصلی صنایع در آینده. و میخوام با این سوال بحث رو تموم کنم تا خودتون بهش فکر کنید. هرچی این تکنولوژی بیشتر پیشرفت میکنه، مرز بین دنیای واقعی و مجازی ما کمرنگتر میشه. و این سوال که چه کسی مالک کپی مجازی ماست به یکی از مهمترین بحث‌های دهه آینده تبدیل خواهد شد.